با عرض سلام، امروز اومدم که بهتون یاد بدم فلچینگ تیبل به چه دردی میخوره و چه کاری میشه باش کرد. و فلچینگ تیبل فقط یه کاربرد داره، اونم اینه که بتونی باش ویلیجر رو به ویلیجر فلچینگ تیبل تبدیل کنیم. حالا لابد میپرسین چرا باید یه همچین کاری کنیم، یه عالمه وقت بذاریم یه ویلیجر رو به یه ویلیجر فلچینگ تیبل تبدیل کنیم؟ و برای این کارم فقط کافیه یه فلچینگ تیبل بزنیم کنار یه ویلیجر و اون ویلیجر میشه ویلیجر فلچینگ تیبل. البته اگه قبل از اون کار خاصی نداشته باشه، مثلا ویلیجر خاصی نباشه، ویلیجر فلچینگ تیبل میاد در ازای چیزای بیارزش مثل چوب و فلاینت به شما امرالد میده و شما میتونید خیلی راحت با این امرالدهایی که از این ویلیجر میگیرید برید و فول آرمور دایمندی بشید. حالا اگه یه ویلیجر بس نبود میتونید 2-3 تا ویلیجر فلچینگ تیبل بسازید و یه عالمه امرالد مفت بگیرید. در اصل مفته دیگه، امرالد مفته، در ازای چوب امرالد میده. میتونید فول آرمور فول آرمور دایمندی بشید به همین راحتی. و همین بود، کل کاربردش همین بود. و مرسی که تا اینجا تماشا کردید و لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.